Koryamar. Ha koryamar. Hakkı dastım ro kime diha? Anda gitsen birine de rojo çıkar. Ne hazır diher. Bak du barobar begiri o romşal. من موافق نیست مایده دیگرش رو مرحمت Assalamu aleyküm. و علیکم السلام Savdoyat قایم Nazmi. شکایت ندارم جمعه نفچان 30 تنگه شما چی؟ صفت گزبارش رو بینید Savdoyat baror girat. کارش رو بینید چخیل نگاه کنید بهترین چهوران نمنگان دختن بازار خود خیر محلش گیرید با تو چی در کار؟ من هیچ. این طور باشد از اینجا گم شو کنی قالین خرید. تمام روز یک تو برای حاضر قالین های بهترین، قالین های گلدار، افرو قالین های بر. رنگارنگ خرید. اشکمبه این نوارها به هر نفری که از دستاوردهای فیلمسازان تاجیک آگاه است شناس و عزیز می باشند، زیرا فیلم مرگ سودخور را از روی اثری همنام استاد صدرالدین عینی یکی از بهترین کمدی‌های سینمای عصر 20 تاجیک می دانند. بینید انا کلا پوشویتون. دیگر هرگز مولتون را نمیفروشم. اونها رو گیرید برید. خودتون سودا کنید. به من باور نداشته باشید. در را قراتان نهایت کلا پوشایم را دیدم یک حاضر کردم دیگه. حاضر کردید؟ با پول محتاج شدم لیکن پولم نیست. پولتون نیست؟ ها تماما نیست. کارگردان فیلم هنرمندی معروف شناخته طاهر صابرов توانست به اثر صدرالدین عینی شکوه دیگر بخشد. موفقیت دیگری طاهر صابرов در این فیلم پیش از همه انتخاب هنرپیشه موفق در نقش قهرمان اساسی قاری اسمت یا قاری اشکمبه می باشد که مطلب ما در نمایش محض همین است. به دست نمی آید. از بحر همه چیز می گذاریم و فایدهش کم. خراجاتم خیلی زیاد. زوری می کنند که از بحر خدا خرد. یعنی این نقش و این فیلم به هنرپیشه تئاتر اکادمی درامایی برنامه ابوالقاسم لاهوتی زهیر دوستماتov شهرت دیگر آورد. اصلا کیست زهیر دوستماتov؟ ها اون فایده ای که بانکتون می دهد. زهیر دوستماتov در همین مکتب بزرگی تئاتر کمال یافتند. آنها یگان مکتب کسبی هنری را نخواندند. آنها از کارگردان‌های چون میتلمن، الکساندرین، چون حاجی خود رحمت‌الله و دیگر بزرگان اینه که راه هنر را آموختند و خودشان که پرورده و زاده گهواره تمدن ملی ما شهر بخارا بودند، در جوهرشان همون در سریشتشان همون بگویم که فرهنگ، جوهر آداب و اخلاق یعنی ملی ما از والدان و از بابا و باباکارانهایشان میراث بود. آنها همان را گرامی می داشتند و همچون هنرمند در صحنه نیز آن را روشن تجسم می کردند. هنرپیشه خلقی تاجیکستان مریم ایسایووا که در چند نمایش به اصطلاح پارتنر زهیر دوستماتov بود، نقشه اولینش را چنین یادآوری می کند. گویا دیروز как بود. من در همین صحنه تئاتر در نمایشنامه اراده زن که من همین سال 53 سال می شود، سال 63 به صحنه گذاشته بودم. رژیسوری بسیار هم مشهور، زباندان، هنرمند حاجی خود رحمت الله. در اراده زن من رول موجوده رئیس کلخوز رو می بازیدم. رول آچیلکته زهیر دوستماتov می بازیدم. زهیر دوستماتov رو تا این جانب من در صحنه در بسیار نقش‌ها تماشا می کردم. لیکن وقتی که در صحنه من همراه آن کس روبرو شدم و عجایباتش آن بود که ما در صحنه رقیب شدگی بودیم. هرچند امروز نمایش‌های تئاتری زهیر دوستماتov دسترس نیستند، ولی شاهدان میگویند که واقعا این شخص زیبی صحنه تئاتر بود. در تئاتر لاهوتی بسیار نقش‌های زیبا آفریده است. از آن جمله در اسپکتاکل رودکی، سوزن شاهی، любовь віровая کنستانتین ترنیوف و دیگر اسپکتاکل نقش‌های بسیار عالی بازیدگی. یک نمایش داشتیم استا اولوچه بازی میکردم. من فخرالدینов با دو طور می نواختم.
овозашон бисёр аҷиб буд, суруд мехонданд. ҳатто якта пояшон табиатан камтар мелангид. лекин вақте ки саҳна мебаромаданд, мо ин чизро ҳис намекардем. аз ҳама аҷоиботаш ин буд ки дар вақти бозии Симои Очилката бисёр роли Базарба буд ва Базарба ҳам бозӣ мекард. ҳамун вай куртаи так мегӯем мо, яктак забони қадимакати. ҳамун яктак дута сета яктака иваз мекард дар вақти бозидани рол. шипшилтатар мешуд аз ҳамун эҳсоси баландашон. چه در درامه و چه در مضحکه و خصوصا مضحکه به درجه اولی هم تو میگشت و گپ نمیزد. اگر یکی به گپ درآید چنون آدم میخندد که جای گپ نیست. از همین جهت از همین لحاظ من دوستمتوف هیچ وقت فراموش نمیکنم. رامین همچون یک مردی بسیار ساده، خاکسار، بسیار فروتن، بسیار یک مرد نجیب، بسیار مهربان امی خیلی یاد میکردند در تئاتر. خوش بازار ҳунаризор Дусматов дар чандин филмномаҳо аз қабили Ливои оҳангар, Дохунда ва ғайра низ зоҳир мегардад. ҳар нақши худро инҷо самимӣ иҷро мекард. خدمت دوستمتوف در ساحه سینما به درجه عالی. فیلم در همون نقشایی که در سینما بازی کرده بود دوستمتوف به سطح دوستمتوف هر کس نمیرسد. با تو قرض میدیم. فراموش نکن که من برای این صبح 10 تنگه دادگی. 10 تنگه؟ ها؟ دروغ. نه گپم راست. من برای این صبح از کیسه акнун мегардем ба сари филми Марди судхӯр. мегӯянд ки барои интихоби ҳунарманди мувофиқ ҷиҳати офаридани Симои Қори Исмат довталабони зиёде буданд, вале интихоби Торис Собиров сари Зоир Дусматов қарор гирифт. نه نمیدهم. با این خیل گپ زدن حق نداری. من شوهرت قانونی شریعت را فراموش کردی. شما از خود رفته اید لعنتی ها. ассалому алайкум тақсир. мегӯянд ки барои офаридани симои ҳақиқии Қори Ишканбаз Зоир Дусматов маҳорату истеъдоди воқеи худро нишон доду дар дили тамошобинон ҷой гирифт. خدایا اسب کی را کردن لازم بود. من دیوانه نشدم. من کیم که اسب کی را کنم؟ نخود برای خود اسب خریدن نتوانید. مگر در این گرمی 12 فرسخ پیاده گشتن آسان است. اقلم به جان خود رحم میکرده تقصیر. گپتان راست حمید بای، لیکن با کمبغل از دادن پول آخرین پیاده گشتن آسان تر. در این رول بسیار ارتیست های مشهور، نه تنها تاجیکستان، اتفاق سوویتی، بلکه آن سالها دوره ها از قرقیزستان، ترکمنستان، گرجستان، SSR کدامی کجایی که نباشد برای آفریدن سیما میگن که پروبا میگذراندن، یعنی که سنجش. مثلا در یک سیمای اساسی قریب 10-15 هنرمند میسنجیدن و بعد یک تاش میگذشت اونی که موافق باشد با وی. لیکن طاهر صابیروف از بحر همه چیز برآمدن و اولین سخنی گفتنشون همین بود که اگر من این فیلم به نوار گیرم، روحی طاهر صابیروف هم شاد باشد، تنها ظاهر دوستمتوف را در این سیما میبینم. از گفته های همون رفیقانی که در این فیلم مرد سودخور بند بودن میگویند که در همون زمانهایی که فیلم به نوار گرفته میشد، این در شهر بخارا بسیار گرم و خیلی بیمار بودن. اون کسلی قند داشتند، از کسلی قند اذیت میکشیدند، لیکن با وجود آن هیچ کس پی نمی برد که همین ظاهر جان دوستمتوف بیمار هستند و برای نوارگیری فیلم هیچ خللدار نبود. این چیز وانمود نبود. تو چی بتکی اسم داری؟ کور هستی؟ چو؟
سلام علیکم جناب. از شما شادم. گذارید مرحمت. حاضر از پستون می آیم. همون لحظه ای که همگان یاد دارن وقتی بکاگان به بانک روسیه می آید قاری اشکنبه وقتی میخواد مبلغ های خود را همیشه پیوسته در آنجا میگذاشت و از روی تعامل اروپاییان هرچند که عزت مهمان احترام مهمان در فرهنگ و بگیم که آیین های ما خیلی قوی است و بلند است ولی این تعامل اروپاییان هم هست که بر خصوصا به بانک وارد میشوند به نزد مشتری حتما چای میبرن شیرینی میبرن قند و در هم قندانی که قند سفید هست نزد قاری اشکنبه میارن استاد طاهر صابرов قصه میکرد که وقتی ما با دستور داده بودیم و ظاهر جان دسماتوف بسیار به تمام وجود و به تمام جهان باطنی این آبرز وارد شده بود و جهانی یعنی یک مرد حریص سودخور بدنفس اینقدر قوی آفریده بود که حتی از تصویر استاد عینی در خود پوست قویتر و بلندتر برآمده است. برای وقتی طاهر صابرов شادروان قصه میکردن که میگفتن وقتی ما امر میکردیم که مطار نواربرداری شروع میشد گفته بودیم که همون دستورها رو خیلی طبیعی و خیلی صمیمی اجرا میکرد ظاهر جان دسماتوف یعنی که یاد داشته باشید یک مشت قند رو میگیرن در درون یعنی که استکان چای میاندازند میکابند و یک مشت دیگر رو به دهان میاندازند با یک دست بالای همون قندانگی کسی دیگر یعنی قندهای باقی مانده رو باز غصب نکند و وقتی که از بالای این یک مشت قند باز این چای شیرین می نوشند همین خیلی یک حالتی ناگوار رخ میدهد و با تعبیری یعنی اهل تئاتر صنعت قربانی میطلبد میگن همیشه قریب هنرمند قربان میشود قربان همین کسب خود یعنی که گلوی شادروان رو همین شیرینی میگیرد یک لحظه نفس درون میزند یعنی نواربرداری قطع میشود و یاری تجلی جیغ میزنند دکتر جیغ میزنند با یک حالت گویم که وزنینی هنرمند را با خود میآورد. شما چی میخواید؟ من هیچ چیز. نوش گوشم. این سیما رو نبازیدن اون کس زیستن شخصا من چون هنرمند همون لحظه ای که میفهمد که یعنی که بانک ها علاقه همه خیلی تغییر یافت شده است پول ها گم شده است یعنی که وای مبلغ خودش صاحب شده نمیتواند و در تابستان همین خیلی چنگ به یادم اومد وقتی که کودک بودم من در قشلاقات زندگی داشتیم کوچه ها چنگ بود مانمون چنگو به یادم اومد همین خیلی تنگ برین بتیر برین گشتن همین ظاهر دسماتوف چنگ آنها همین خیلی عجینه چنگ میگویم که آنها خیلی چنگ پیش از خودش برآمده رفت است خود همین لحظه زبان فرهنگی کتی میگوین اروپایی کتی که گنیال نه غارت کردن قشاق کردن روزن نزد امیر ماند وای مرا میداند من لشکایت رو به مرا غارت کردن آخر کسی نیست شاید و نهایت آن لحظه ای که وقتی که نماز میخوانند در مسجد و در همونجا میفهمد که یعنی که این تمام پایگریش گم کرد سویتی دوره انقلاب شد و از همونجا خسته از جایش به جای نماز خواندن فریاد میزند فکر میکنی که دهنش مثل دهن نهنگ شده میشود و گویا که از درون وی صدای برس دیو
نمیدونم چنان صدایی که همه جای بلرزه میآورد همین خیل فریاد میزند. این نقطه بلندی فاجعه که نامش کاتارسیس میگویند. در سوفوکل، در اوریپید این چیز دیدن ممکن بود، لیکن هنرمند تاجیک ظاهر دوسماتوف در همین خیل نقش های خودش چنگی هنر و صنعت و قله های بلندی آن را چه در تئاتر، چه در کینو، چه در دوبلاژ، چه در تلویزیون طی کردند. بهترین فیلم تاجیک فیلم مرگ صدخور اگر امروز در فستیوال کان، اگر امیخل فستیوال فیلم های کهنه سالهای مثلا هر 10 ساله ها خطی تقسیم کنن و همون سالهای 60 گوین و 50 گوین و مثلا 70 گوین و 40 گوین همین خیلی فستیوال ها گذارد و همین فیلم ما تایرکه فیلمشان مرگ صدخور اگر برن حتما جایزه اول نصیبش میشه. حتی بسیار فیلم های خوب ازبک فیلم دارد ولی همین مرگ صدخور ما بر اینه ندارد. من زبان خلقی بودم خوبتر است. در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان نیز چند نمایشنامه‌های تئاتری با صدای ظاهر دوسماتوف ثبت شده‌اند که به مهارت اصلی هنرپیشه در این بخش گواهی می‌دهند. برای محفوظ داشتن اسپکتاکل های گیریم ظاهر جان دوسماتوف در رادیو، در خزینه رادیوی تاجیک خدمت کارگردان خیلی سابقه دار و افسوس که حاضر در قید حیات نیستند، البته حلیمه نصیب‌الله خیلی زیاد است و یادشان بخیر. گمان میکنم که اون اسپکتاکل هایی که ایشان رحمتی بازی کردند قریب که همشان در رادیوی تاجیکستان محفوظ هستند. ما از بسیار برنامه‌های رادیوی تاجیکی امروز نمایشنامه‌های تئاتر لاهوتی اونجا ثبت شده است. میشنویم صدای بسیار طبیعی، صدای بسیار مرغله‌دار ظاهر جان دوسماتوف را که اینقدر با محبت نقش خود را اجرا کردند. خب این از اسپکتاکل رودکی است. مرحمت گوش کنید. اشعار این شاعر جوان هر آینه بد نیست، اما به نظری بنده یک درجه از سلاست و فصاحت خالی می نماید. شاعر در استعمال الفاظ عوامان و صحراییان افراط می کند. اینها عربی پرستند. گمان نمی کنم که خواجه بزرگ و بلاغت و فصاحت زبان عربی و اشعار عربی شک داشته باشند. نه، من شک دارم به دوست داشتن تو زبان مادری خود را. شعر خوب عربی را من هم دوست دارم. عرب ها شاعرانی زبردستی دارند که الحق داد من را دادم. 30,000 بله، این پوده نقص بسیار نقص. من راضی می شدم اما اینقدر چند را از کجا یابم؟ همینطور ظاهر دوسماتوف توانست در پیشرفت صنعت و هنر تاجیکستان